عزیز قربونت برم عزیز دل من. خب مردم قربون برم اگه جوک میسازن از خوبی و خوشی و خوشحالیشون نیست دیگه، زدن به فازه دیگه، هر چه شود شود. این کشور شده این طنز. اتفاقا قبل از اینکه شما بیاین داشتم با احمدی صحبت میکردم، گفتم کشور وضعیتش مضحکه، طنزه، اصلا جوک شده دیگه فقط بخندیم. این خنده برین نه خنده از سر شادی، یه خنده بیمارگونه هیستریکه. داریم مردم به مرز جنون رسوندیم. چرا جمهوری اسلامی مونده؟ چون ایران نابود شده، تمام شد رفت. هزینه بقای این حکومت نابودی یک سرزمین بوده، نابودی تاریخه، نابودی یه دینه، نسل‌ها تباه شدن. بله جمهوری اسلامی به زور داره میمونه. چجوری به شما بگن عزیز دل من، شما میگی انتخابات این آقای مهراین ببین پوزیتیو، قربونت برم آقای صفار تو دیگه به لاریجانی هم اجازه نمیدی کاندید شه، تو دیگه به حسن روحانی هم اجازه نمیدی کاندید شه. اون موسوی عزیزتون که تو حسره بزرگوار، کروبی که تو بستر بیماری افتاده، محمد خاتمی که معلوم نیست کجاست، ممنوع تصویر یعنی که معلوم نیست کجاست، تو حسر دیگه. حسن روحانی هم که بعضی جاها بیاد بعضی جاها نباشه، علی لاریجانی هم که دیگه اصلا نشسته توی محفل معلوم نیست بیچاره حاضر یا غائبه، یعنی واقعا تکلیفش معلوم نیست. و بسیاری از گزینه مورد حمایتشون رئیس جمهوره. و بسیاری از دیگه چیکار کنن حکومتشون، اینا بیان پایین که میترسن که بعدی معلوم نیست چی به سر اینا بیاره که. خب معلوم نیست، چون کشور که تو وضعیت عادی نیست. ما که گذار آرام قدرت توی مملکت نخواهیم داشت که کشور بحثتون رو تعدیل‌های ادهاک می‌کنید. بذار سفار چه اتفاقی بیفته که شما بگین این انتخابات دموکراسی نیست بلکه یه بازی مضحکه؟ ها 80% مردم تو در انتخابات شرکت نکردن، 80 60% و 20% هم که رأی دادن به یه کاندیدی که خب که چیکار کنه که احتمالاً تغییرات ایجاد کنه. یعنی اون 20% که به آقای پزشکیان رأی دادن ازشون این بوده که شرکت نکنن، اون 20% که به زور همین گفتگوهایی که بود و تو جامعه و این که بزنیم تو سر مال جلیلی نشه شدن رئیس آقای پزشکیان یعنی کردن. شما آقای دکتر نه تنها اون 60% که شرکت نکردن و کلا تو جیبتون دارید و مال شما، اون 20% مال من چی مگه شما کجایی؟ مگه من کجام؟ دو تایی آقای صفار آقای صفار تو کجایی من کجام؟ اینجا خاک ایرانه، در حال گفتگویی من تو نداره چون قدرت دست توه. به من اینجوری صحبت نکن، قدرتی نیست، قدرت دست شما هاست. نصب کن، شما زور دارین، شما قدرت